پگاه رمضان است. ما امروز گفتیم من انشالله این رمضان رو همش رو روزه میدارم، این الکی نیت برای یک ماه هست. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز است، اما بهترینش هر شب پگاه هم روزه میدارم گویا نیت میکنید، با قلبتون گذرانیدید که من پگاه روزه میدارم انشالله روزه قضایی یا روزه رمضان. خواهران عزیز این نیت است، این الکی نیت هست. اگه به کسی خبر دادید شما از روزتون خبر دادید، اما نیت یک چیزی مخصوص دارد، یعنی یک دعای مخصوص دارد که باید در شب اون رو گفته خواب کنی یا از خوابت خسته اون رو بگویی بعد روزه دار میشی. این خرافات است، یعنی گپی بافته شده در دین است. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه همین چیز وجود ندارد. بعضی خواهرها هستن میگن که یکی خستم که بامداد شد یا من در بامداد خستم، وقتی نماز بامداد الکی داخل شده بود نیتی من چی می شود؟ یعنی من نیت رو نخوانده ماندم. خیلی